سلام دوستان. تو بازی ساده. کتیزن قسمت فیشینگ رو اگر نگاه بکنید نیهو. علامت ماهیگیری داره، قلاب ماهیگیری و سطلی که ماهی توشه. اگر این گزینه رو بزنید شما میتونید کلی ماهی بگیرید و به سرعت گربه هاتون رو ارتقا ساده. بدید به سطح های بالاتر. اما چطور این کار انجام میشه؟ برای شروع شما حدود 84 تا ماهی نیاز دارین. حالا بیشتر باشه بهتره، چون برای هر مدت که قلاب رو میندازین 84 تا ماهی نیاز هست. فیشینگ رو میزنیم، استارت رو میزنیم. قلاب به ما داد، اینجا استارت رو میزنیم، شروع میکنه 84 تا از ما ماهی میگیره و ماهیگیری انجام میده. یعنی یک بار قلاب انداختن خرجش 84 تا فیش کوین هست، ماهی هست. الان من هنوز ریل رو نزدم. ریل رو که میزنید قلاب رو میکشه و ماهیه رو میگیره. حالا از شانس شما ممکنه ماهی بیاد، صدف بیاد، یه دسته ماهی بیاد. الان اینجا دیدین که 120 مین یه چیزی داد به ما، ماهی نداد، یعنی 103 سرعت به ما داد. بازم قلاب رو انداختم، صبر میکنم. خودم معمولا این وسط ها ریل رو میندازم، ریل رو میکشم. خب باز هم به ما صدف داد، این سری صدف داد که در واقع من یه جور سرعت داره میده، یعنی سرعت هم رو تو گیم داره میبره بالاتر. بازم میندازم، دوباره صبر میکنم که این حرکت میکنه. این وسط ها یا گوشه ها، بله بسیار عالی. فیش پاند اومد برام. فیش پاند خیلی چیز خوبیه. فیش پاند اینجا پر سوده، یعنی شما بهتون 10 تا فرصت داده میشه که ماهیگیری بکنید، یعنی قلاب بندازید و از این فیش پاند پرسود بهره ببرید. علامتش هم چیه؟ این دوج با ایلان ماسک که دارن خوشحالی میکنن همراه چند تا میم کوین دیگه مثل شیبا و پپه و اینا. شما ریل رو میندازید و تو هر سری یک چیز خوب بهتون داده میشه، یعنی یک چیز خوب به قلابتون گیر میکنه. الان اینجا 50 برابر فومو داد. بازم انداختم، دوباره میکشم، 50 برابر دوباره فومو داد. در واقع کیتی داره به من میده. این دو سری کیتی اومد، باز هم کیتیه. این کیتیه باز سرعت میشه، بازم میندازم. خب باز هم کیتی داد، فوموی 50 برابر و بله این بار ماهی داد بهم. 84 تا ماهی داد، یعنی بله دوباره میندازم. ریل رو میکشم. خب باز هم به من کیتی داد. در واقع هر بار یه چیزی در میاد که معادل کیتیش رو ما داریم بیان میکنیم، مثل صدف، مثل ماهی های مختلف. امرالد کتفیش مثلا این بار در اومده. این بار ببینیم چی در میاد از این فیش پاند پرسود. باز هم کیتی هی داره ماهیامون رو خرج میکنه. ببینید که ماهیامون داره کمتر میشه. 1904 تا ماهی داریم. این بار هم کیتی. خب تو این فیش پانده هیچ کدومش به ما ماهی خوبی در نیومد، همش کیتی بود. ولی خب این فیش پاند معمولا چیز خوبیه و اکثرا به ما سودده هست و سود میده، یعنی کیتی های خوبی هم به ما میده. میزان کیتی هایی که به ما میده خوب هست. مجموع کیتی هامون رو همین بالا میبینیم. اینترنت هم یکم ضعیفه، صبر میکنیم لود بشه. این علامت وای فای نشون میده که اینترنت ضعیفه و بازی نمیتونه وصل بشه به سرور. صبر میکنیم اتصال پیدا بکنه. خب 1736 تا ماهی داریم. دوباره شروع میکنیم به ماهیگیری.
هر چقدر ماهی هاتون بیشتر باشه شانستون برای گرفتن چیزهای خوب مثل ماهی های زیاد بیشتره. الان 168 ماهی گرفتیم اینجا. این 168 که چیزی نیست، باز 168 ماهی دیگه گرفتیم. حتی 1000 تا هم شما ماهی میگیرید، 1500 تا ماهی میگیرید، 420 تا الان ماهی گرفتیم. در واقع اون چیزی که پیدا میکنیم معادلش رو اونجا مینویسه. الان جلی فیش گرفتیم که معادل 168 تا ماهی بود. این بار هم جلی فیش باز 168 تا ماهی. بسیار عالی. میبینید که ماهیامون داره بیشتر میشه. این بار لابستر گرفتیم که معادل کیتیش رو نوشته. ببینیم این بار چی در میاد. خب اینم چیز جالبی نبود زیاد، کیتی بود. ادامه میدیم تا به یک چیز خوب برسیم. همونطور که گفتم ماهیاتون بیشتر باشه 84 تا معادل یه قلاب انداختن به ما ماهی داد. خب باز میندازیم قلاب رو. به فیش پاند اومد برامون. از این فیش پاند که فومو هم بهش میگن خب 168 ماهی در اومد، یعنی 2 تا ستاره دریایی. بازم میندازیم این 10 تا رو در میاریم و هی میندازیم تا ببینیم شانسمون چی هست و چی گیرمون میاد. 10 تا فوموه دیگه، یعنی فیش پاند پرسوده. ببینیم که شانسمون چجوریه. 168 ماهی در اومد. 420 تا ماهی، خدا برکت. 84 تا ماهی. خب 50 برابر فومو. بازم میندازیم فومو. الان فیش پاند تموم شد، رفتیم سراغ ماهیگیری معمولی. به به ببینید ماهیامون چقدر شد. 2700 2800 رفته بودیم زیر 2000، الان باز شده نزدیک 3000. میندازیم ببینیم چی در میاد. سی انجل اومد که معادل کیتیش رو نوشته. 400 دقیقه اون سرعت بود ما میده. باز کیتیه 240 دقیقه کیتیه. هشتاد و 84 تا ماهی. اون اسب دریایی هر کدومش معادل 84 تا فیش کوین یا ماهی هست. اینم باز یکی دیگه. انگار گیر کردیم به اسب دریایی. اینم یه صدف 168 تا ماهی که ستاره دریایی بود، معادلش رو نوشته. باز یه ستاره دریایی دیگه. جالبه وقتی به یه موجودی برمیخوریم انگار چند تا پیش هم هست، باز از اون میاد. الان مثل این چند تا ستاره دریایی پشت سر هم ما گرفتیم. به به 840 تا چی گرفتیم؟ دارک پرپل فیش گرفتیم که معادل 840 تا ماهی بود. باز یکی دیگه. این چی بود؟ همچنان ادامه میدیم تا ببینیم چه تومه دندانگیری به گیرمون میاد. 168 تا ماهی، همون ستاره دریایی. این 800 دقیقه اینا رو من دقیقا متوجه نمیشم، خودم نمیدونم منظورش چیه. یعنی خب به ما کیتیمون رو میبره بالا، ولی اینکه دقیقه نوشته نمیدونم حالا دقیقا یعنی چی. اگر شما میدونید 420 تا ماهی، اگر میدونید توی کامنت ها بنویسید که منظورش رو بفهمیم. خب اینم با 340 دقیقه نوشته کیتیمون رو برد بالا. خب فیش پاند اومد باز. تو این فیش پاند ببینیم چقدر شانسمون کار میکنه. بله 2 تا ستاره دریایی. خب چی بود این؟ اشتباهی زدم یه گزینه رو. خب ادامه میدیم ببینیم چی گیرمون میاد. 168 تا ماهی. ایول 50 برابر فومو. ادامه میدیم. چه خوشحالی میکنه ایلان ماسک با دوج. 168 تا ماهی. به به x50 یا 50 برابر 50 برابر 50 برابر. بله. خب این عدده دقت بکنید، این عددی که بالا هست 4952 ای نوشته، این داره میره بالاتر.
49.52 الان. این نت هم که ما رو چیز کرده، ببینیم وصل میشه این قطع میشه. خب ناتکت اومد که 600 دقیقه چیه فیش کوین. ببینیم عددمون رفت بالا 49.57. بله 49.50 بود فکر میکنم، الان شدیم 49.57. 168 ماهی. لابستر اومد 800 دقیقه. کیتی اومد بله 49.64 شدیم. اون عدده داره میره بالا. حالا اون عدده کیتیه به چه درد میخوره؟ با اون کیتیه شما میتونید گربه ها رو با هم ادغام کنید، یعنی میتونید گربه بخرید که با اون گربه خریدنه، یعنی اگر شما اون قسمت فروشگاه رو بزنید اینجا، میتونید اون کیتیه ها رو خرج بکنید که گربه های جدید ایجاد بکنید و گربه ها رو با هم جفت بکنید و یه لول بالاتر برید. الان اینجا اسکرول میکنیم. الان یه دونه من این گزینه رو زدم لول 30 چند تا درست کردم، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 16 تا همینجور دارم گربه میسازم. این سیاب میشن 31 با هم، 2 تا 30 میشه 31، 2 تا 31 با هم میشه 32، 2 تا 32 با هم میشه 33، 2 تا 33 میشه 34 و همینطور لولم میره بالاتر تا اینکه اون لول اصلیم که بالاترین گربه هم هست اون یه دونه بره بالاتر، که واقعا خیلی سخته چون این دودویی داره کار میکنه دیگه. یعنی شما کلی باید خرج بکنید، کلی باید گربه داشته باشید تا اینا با هم زوج بشن، هی جفت بشن تا برن لولای بالاتر. الان من خودم با اینکه کلی هم خرج کردم توی گیم ولی از 60 بالاتر نرفتم فعلا. خب لول 29 ایجاد میکنم چون دیگه پولم نرسید به اون سطح بالایی، اومدم 29 رو دارم میسازم، از لول 29 دارم میسازم. این کیو ها زیر A هستن ها، یعنی هر 1000 تا کیو فکر میکنم میشه یه دونه AA. آره نه هر 1 میلیون کیو میشه یه دونه AA. بله داریم میسازیم از این 29 تا ببینیم چقدر پولمون میرسه. به چقدر گربه ساختیم. حالا این گربه ها باید وایسن اینجا اتوماتیک فعال دیگه، توی صف وای میستن، هی ادغامشون میکنه گیم و بله یه ذره هنگ کرده بود بازی، در واقع آپدیت نکرده بود اون تصویر رو. خب میریم ببینیم باز دیگه چی میتونیم بسازیم. 13481 این بالا نوشته الان چقدر داریم، 4029 AA ما همچنان کت داریم، یه چیز داریم یعنی کیتی داریم. باش چی میتونیم بخریم؟ خب این زیر AA هست دیگه کیو ها، از هر کدوم از این کیو ها میتونیم خرج بکنیم، میتونیم ایجاد بکنیم. چند تا 34 میسازیم که بشن 35 و به نوبه خودش 36 و اینا. چند تا 33 میسازیم. چند تا که ایجاد میکنیم اینی گرونتر میشه، یعنی از یه دونه گربه هی وقتی میخری اینی هی داره گرونتر میشه. وقتی گرونتر شد میرم یه دونه پایین تر، 128,900. برای اینکه پولم رو خوب خرج بکنم و همش رو روی یه سطح خرج نکنم، وقتی به قیمت خیلی بالایی رسید میرم لول پایین ترش رو ایجاد میکنم. الان 113,000 خورده ایه، 113,073 197 27 300 32 691 همینطور ادامه میدم تا به 100 خورده هزار برسه. بعد دوباره میرم
یه دونه ارزون ترش، سراغ ارزون ترش. تا جایی که کیتی دارید میتونید استفاده بکنید. پس میبینید که ماهیگیری چقدر مفید بود. ما بالاخره یا کیتی گرفتیم یا ماهی گرفتیم. حالا فیش کوینا رو وقتی ماهی زیاد دارید، شما ماهی گرفتید، میتونید بیاید از این سطح بالایی ها اصلا ماهی بخرید، گربه بخرید. یعنی مثلا بیاید اگه 57 هستین، لول 57، بیاید 56 و 55 رو بخرید با اون فیش کوینا. درسته گرونه، ولی خب اگر ماهی زیاد داشته باشید راحت میخرید و کلی تو هزینه هاتون صرفه جویی میشه. اگر کیتی هم زیاد دارید که میتونید از اون پایینیا کیتی بخرید دیگه. کیتی خرج بکنید و گربه‌های لول پایین‌تر رو بخرید. بله دیدید که من اینجا فیش کوین دادم و خریدم. یه بار دیگه این رو میزنم عقب. حالا ببینید الان 3080 تا ماهی دارم. بله ببینید که از لول 41 چند تا خریدم و ماهی هم کمتر شد، فیش کوین هم. ولی خب ارزش داره دیگه، چون به اون سطح رسیدن گربه خیلی سخته و ما مستقیم رفتیم چون ماهی داشتیم، پول دادیم و اون گربه سطح بالا رو خریدیم. پس با خرج کردن پول شما میتونید به راحتی گربه ها رو خیلی سریع رشد بدید و لولشون رو ببرید بالاتر. یا حالا میتونید ماهیگیری بکنید، شانستون رو برای به دست آوردن فیش کوین های بالاتر و ماهی های بالاتر، ماهی های بیشتر ببرید بالا. یا اینکه میتونید مستقیم ماهی بخرید از فروشگاه و اون ماهی ها رو بیارید اینجا خرج بکنید. هی گربه بخرید، گربه های سطح بالا، و گربه هاتون رو ببرید بالاتر لولش رو. خب حالا این گربه ها به چه درد میخوره؟ اولا شما هر چقدر تو گیم بیشتر خرید انجام داده باشین، پول خرج کرده باشین، ایردراپتون بیشتر میشه. یعنی اون چیزی که میشه برداشت کرد از پست های کانال های رسمی این گیم این هست. و هر چقدر هم گربه هاتون لولش بالاتر باشه، یعنی حالا به هر نحوی یا با ماهیگیری یا با هر نحوی برده باشین بالاتر، چی میشه؟ باز شانستون میره بالاتر، در واقع ایردراپتون، سهم ایردراپتون میره بالاتر. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید و براتون مفید بود، میدونم که کامل نبود، ولی اگر باز مفید بود و چیزی یاد گرفتید، لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و از کانال ما حمایت بکنید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی دیگه.